غالب مسابقات دانا وایت، راول روساس از امریکا و نورولو الیف از تاجیکستان یکی از معتبرترین پروموشن های جهانی ورزش MMA قرار داد بستند. شام 20 سپتامبر سال 2022 رزمنده 22 ساله تاجیک نورولو الیف در وزن سبک الکی 24 ثانیه قبل از انجام دوره اول رقابت رقیب 27 سالش از امریکا جوش اویک را با نکاوت فنی شکست داد. الیف به این ترتیب نخستین رزمنده از تاجیکستان است که با UFC قرار داد بست، ولی نورولو در عموم دومین تاجیک در این پروموشن است. اولین شده با UFC تاجیک زاده سمرقند زرخ ادشیف قرارداد امضا کرده بود. به نوبت خود راول روساسی 17 ساله جوانترین رزمنده در تاریخ UFC شد. شب 20 سپتامبر او ماندرو گوترس 25 ساله را با قرار یکدلانه داوران شکست داد. تا کنون جوانترین رزمنده UFC جیس هوپر بود که بار نخستین سال 2019 در سن 19 در مسابقات UFC اشتراک کرده بود. وستنیک MMA خبر داد که نورولو الیف بعد پیروزیش الکی با رهبر UFC دانا وایت صحبت کرده اظهار داشته است که آماده است الکی بعد یک هفته در UFC هنرنمایی کند. بعد دست یافتن به پیروزی نورولو الیف در نشست خبریش گفت تمام تاجیکستان در این لحظه ها پیروزی او را جشن گرفته ایستاده است. الیف نورولو خیراللهویچ سال تولدش 2000 در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده پهلوانی است که تا حال پشتش زمین را ندیده است. او از سال 2018 در مسابقات MMA میدانداری میکند و 7 بار به میدان برآمده در همه 7 رقابتش پیروز شده است. نورولو الیف در مسکو مشق میکند ولی تمریناش از گشتین طرز آزاد را در شهر خسفیورت جمهوری داغستان روسیه تحت رهبری محمد حسینوف انجام میدهد. 3 رقابت آخر خود را نورولو الیف در وزن نیم سبک گذراند، ولی پیش از رقابت با جوش ویک توانست وزن خود را به طلبات دانا وایت نسبت به وزن سبک موافق کند. رقابت آخرین نورولو الیف ماه سپتامبر سال 2021 صورت گرفته بود. آن وقت او و رزمنده دیگر از تاجیکستان سمندر مرادوف در مسابقات AFC که به یاد عبدالمناف نورمحمدوف پدر و مربی فقید رزمنده شهرتیار داغستانی حبیب نورمحمدوف بخشیده شده بود صاحب جای اول و عنوان قهرمان این مسابقات شدند. بعد بازگشت به وطن نورولو و سمندر را در تاجیکستان مخلصان با تنتنه پیشواز گرفتند و از نام صاحبکار شناخته تاجیک رحیم باباجانوف معروف به رحیم غرمی به هر کدام آنها یک ماشین مرسدس تحفه